عید سعید باستانی رو خدمت شما دوستان عزیزم تبریک میگم. خیلی جاتون خالیه. ما اومدیم پارک بابا امان بوجنورد، فضای بسیار شاداب با تراوت، خیلی محیط زیبا، خلوت کردیم در یه جای دنج. دیگه ادامه ماجرا رو در پارک بابا امان با من همراه باشید. اولین جاذبه گردشگری ما در بوجنورد این گربه زیبا که با دیدن ما داره فرار میکنه. نه هنوز به ما عادت نکرده، باید براش یه غذایی فراهم کنیم که بخوره حالشو ببره. حالا میریم ادامه قوری که میشه به یک رستوران سرا، کافه سرا، که همونطور که ملاحظه میکنیم پشت سر من قوری و کتریه و امروز چون روز دومه و ماه رمضونه زیاد استقبال نشده که در روزهای آینده سیر جمعیت و مسافرها به این سمت بیشتر میشه. اون هیزوما رو اگه نگاه کنید، اگه فیلمبردار عزیزمون دوربین بچرخونه میبینید که اون سمت آماده است برای چای کندک، چای زغالی و هیزم برای آتش کردن، کباب برپا کردن و دور همی و خوش گذروندن. سلامی مجدد خدمت شما عزیزان. اینجا پارک جنگلی بابا امان در 240 کیلومتری مشهد، جای بسیار زیبا دیدنی. از همتون دعوت میکنم که حتما یه بار هم شده تشریف بیارید. خیلی فضای سرسبز این فضا هم پارکینگ پارک بابا امانه که شما در ادامه این مسیر میتونید به قسمت‌های تفریحیش، رفاهیش، رستوران، هتل، مسجد، همه جا دسترسی داشته باشید. حالا در ادامه میریم ببینیم که بیشتر با این پارک جنگلی آشنا بشید. با من همراه باشید. چه چشم اندازی، چه نمای قشنگی آدمو مسحور میکنه از دیدن این همه زیبایی ها در دومین روز بهار. حتما هر جوری شده بارو بندی رو تون جمع کنید. همین الان با پای پیاده، هواپیما، هر جوری هست، کشتی، سفری، اینا دیگه میتونید از سراسر دنیا بیان اینجا لذت ببرید. یک سفر تکرار نشدنی، یک سفر بی‌نظیر. آندرستان و این زوج دوست داشتنی محسن که روکو دل و دل میدن و قلب. حوض دریاچه طبیعی پارک بابا امانه، فضای بسیار زیبا، آب زلال، خیلی محیط سرسبز و قشنگ. اینجا به صورت طبقاتی طراحی شده که صدای آب بیشتر به گوش برسه. خیلی خوشگل. حالا میریم بالاتر، چشمه اصلی که آب از اونجا به سمت پایین دست این چشمه عبور میکنه رو ببینیم.
خسته نباشید. خیلی خوش گذشت. ولاگ دومین روز فروردینم به پایان رسید. فکر کنم خیس شدم ولی خیلی خوش گذشت. سعی کنید از خونه هاتون بزنید بیرون، جاهای گردشگری رو که من معرفی میکنم و بگردید که خیلی بهتون خوش بگذره. تا برنامه بعدی، روزهای بهتر. خدا نگهدار.